من و شما باید که فکرانه آبادی ملت و آبادی وطن باشیم. همون وقت می سبزید. همون جمعیتی که من و شما آرزو داریم خدا ما همون خیلی انسان اول شویم. ما همچون روانشناس میگم حیات شما به همون چیز میبیاید که شما خودتون همون به سخت طلب دارید. حیات شما به همون چیز میبیاید که خودتون همون چیز میفهمید. این زیاد نمیبیاید. برای اما حیات انسانی که فکرانه بد دارد فقط بدی میبیاید حیاتش به کسلی، بدی، مشکلی، غربت. چیبا که وای تربیه نگرفت. همه حیات خودش مکتب است. مکتب بهترین است. این همه خیلی مکتب است که یگان کس یک درسش هم گریختن نمیتاد. مکتب میانه بعضن درس میگریختیم میرفتیم نیکیم به نمیتوید گریختن. برای همون هموطنانی عزیز از انمی فکرانه سر کردن ما ضرور است. دومی چیزی که من فهمیدم ما را سایه کار کرده یک جای شده کارخانه ها ساختنم. چرا که من دیدم که همین مدتی که حاضر هست دقت کردید. بیاد ما میبینیم سالهای 90 بیاد میگردیم میریم سالهای 90 میبینیم سالهای 90 همه آدمایی که سالهای 90 با سر بیزنس شد با سر کارخانه ها شد یک قسمی هوایا موفق نشد. یک 70% چرا که ویا حلال کاری نکرد. نیکی 30% هوای اگر شما دقت کرده برید همونایی که تا همین روزه حرکت کرده مهنت کرده پیش برفت همونا آباد خوب شد، کارخانه خوب دارد، جای کارهای خوب دارد، زندگی خوب دارد. اگر دقت کرده بینید شما این چیزا میبینید.